بسیار کاربران شکایت میکنند که در گزارش و در عموما در مطلب ها کلمه های واژه های بسیار دشوار فهم فرض کردیم نقص، انتقال، لغو، افراد، اطفال همین واژه ها را شما میفهمیم. اگر از لغت تاجیکی استفاده بریم فهمیدنمون آسان‌تر میشد. هر یک وظیفه هر یک تاجیک آن است که زبان خود را آموزند، از موادها استفاده برند تا که فهمند. من به خواننده ها مصلحت میتونم که شاهنامه فردوسی خوانند. وقت از آنی که شاهنامه فردوسی میخوانند در اونجا قریب که کلمه های عربی وان نمیخورند، صاف تاجیکی نوشتگی. از این برمیآید که خیلی افتخار ملی بلند داشته است حکیم فردوسی توسی که واژه های بیگانه استفاده نبرده است. وقت از آنی که حاضر میشنوید از شاهنامه خوانی میکنید، پیش از همه اهمیت دید به همین چیز که چقدر وی تاجیک بوده است، چقدر وی از کلمه ها و واژه های تاجیکی استفاده برده است. و با سوالتان جواب مییابید. خواننده ها ممکن آدمایی که ادبیات را سازتر میدانند زور میخوانند میفهمند خیلی لهجوی ادبیه. به فکر من همه نمیفهمد، اما یعنی ما نسل تاجیک هستیم، برای ما باید زبانی خود را آموزیم و بهتر کنیم فهمیشمون را تا که همخالین دشواری ها کسی پیش دچار نشویم. باید با زبانی گپ زنیم که همه فهمند. همون مکتب باید یاد گیرن همین کلمه. آدمایی که نمیدونن یا که عیبی خودشون بودن یا که عیبی معلماشون. تاریخ زبان خود بهره‌ور باشیم. هر یک اصطلاح رو معناش درک کنیم. با مفهوم کار کردن خود اساس علمی پیدا کردن یا منطق پیدا کردن اندیشه است و همین خاطر آموختن ضرور است. توصیه میدیم که هر یک مفهوم رو مضمونش صرفا روان و در رفت معاشرت است مبادله افکار باید بررسی کنند. از یک طرف ما باید فرهنگ ملی خود رو، زبان ملی خود رو حفظ نماییم و لیکن معرفی نماییم، لیکن در اینجا یک باید به نظر گیریم که کلمه هایی که عمومی یعنی که علمایی که بین المللی هستند اونها باید به فکر شخصی من باید ترجمه نشوند. اینجا بسیاری محققان در موادهای تحلیلی از این چیزا استفاده میبرند و نشان میدن که آنها زباندانند. نه، عامه فهم باید نوشته شود. هر یک موادی که چاپ می شود اگر وی عامه فهم باشد وی قابل قبول است و به منفعت کار است. شما فکر نمیکنید که اگر که ما از دنبال عامی فهم شدن مطلب ها شویم و خواننده رو یک کمی تنبل هم میسازیم که وی در صدد آموختن زبان نمیشود، یعنی که سطح زبانش در همون پایه میموند. و فکرم اگر نه از بخچه سر کردن در کار است با کودکو، اگر این باشد، اگر برای که اگر خوی که مثال یا از بخچه از مکتب سر کردن در کار است یا اینکه با مردم کار کردن در کار است. فکر میکنم این کلمه رو برای که اون رو دونن، حتی معلومات آدمایی که معلومات عالی دارن نه همه از اون کلمه برخوردار هستند. این کلمه رو خیلی بعضی مردمان میفهمند، یک بعضی شخص ممکن که نفهمه باشه برای وای، لیکن باید آموزند به فکر من، چون که زبان مادری ما هستین. وقتی که زبان مادری ما باشد باید کوشش کنند که از لغت ها استفاده برده همین مفهوم همین ها را فهمیده گیرند. در اینجا ژورنالیستان ما ایدور کردن نمیتوانیم، چون که وایها هم پیشبرنده زبان ما هستند، تازگی زبان ما رو کوشش میکنند. بنابر همین هم ما خودمون باید در پیشرفت دانشمون کمتر زمینه گذاریم.